با عرض سلام و ادب شوکتی محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. فایده به کیسه دامادی رئیس جمهور، خرج از حساب قرض و گدایی. حکومت تاجیکستان به وزارت کمیته های دخلدار سفارش داده است که برای بنیاد دیوارهای ضد ترمعی در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق سرمایه گذار پیدا کنند. روسیه کار مهاجران در بخش از ساحه ها را منع و یا محدود کرد. برای پیگیری انتخابات پارلمانی 500 ناظر به تاجیکستان می آیند. حکومت تاجیکستان به وزارت کمیته های دخلدار سفارش داده است که برای بنیاد دیوارهای ضد ترمعی در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق سرمایه گذار پیدا کنند. طبق معلومات وزارت کمیته های دخلدار برای حرکت بی‌خطر و بدون تنفس نقلیات در این راه باید 60 دیوار ضد ترمعی با طول 6000 متر ساخته شود. برای این ساختمان این مقدار دیوارها با حساب حکومت حدود 54 میلیون دلار ضرور است. حکومت می‌خواهد به همین مقدار از انستیتوت‌های مالیوی و کشورهای سرمایه‌دار گرانت و قرض دریافت کند. این هم در حالی است که راه دوشنبه چناق یگانه راهی که جنوب و شمال کشور را به هم می‌پیوندد پولکی بوده مبلغ درآمد آن به شرکت آفشاری ایرس می‌رود. این شرکت طبق اطلاع منابع زیاد به جمال‌الدین نورعلی‌یف شوهر آزاده رحمان دختر رئیس جمهور تعلق دارد. این شاهراه با قرض کشور چین به مبلغ 480 میلیون دلار ساخته شده است. طبق حساب کارشناسان داماد رئیس جمهور از حساب این راه سالانه حدود 100 میلیون دلار فایده میگیرد، اما یگان درهم برای پرداخت قرض چین نمیدهد. بر علاوه این شرکت ایرس از پرداخت تمام اندازها آزاد می باشد. تابستان سال گذشته طرح تغییرات به بودجه سال 2019 قبول شده بود که طبق آن ساختمان 3 دیوار ضد ترمعی با درازی 374 متر در شهرهای دوشنبه، چناق از پرداخت انداز از فایده و انداز از ارزش علاوه شده آزاد گردید. گفته می شد که این دیوارها از حساب گرانت پاکستان به مبلغ 5 میلیون دلار بنیاد می شود. پودرچی اساسی بنیاد این 3 دیوار شرکت چینی چین رود انتخاب گردیده بود. تماشابینان گرامی، خودتان قضاوت کنید. یک شرکتی که از مردم پول میچیند که به کشور انداز نمی سپارد، حالان که این راه از حساب قرض ساخته شده است، قرض، اما این مبلغی که به شرکت ایرس صاحبان نقلیات هنگام استفاده از این شاهراه از دوشنبه تا فاتح آباد ناحیه مسچاه 7 مرتبه می سپارند، 1 درهم هم برای قرض داده نمی شود. این پول، این مبلغ هایی که جمع می شود از جانب صاحبان نقلیات به ایرس پرداخت می شود، راست به حساب آفشاری جمال‌الدین نورعلی‌یف به جزیره ویرجینیا می رود. چرا قرضی که می بایست از حساب پرداخت حق استفاده راه تا این وقت به راحت حسابی می شد، مبلغ حق استفاده راه پولکی به کیسه یک نفر می رود، اما دولت و مردم قرضدار می ماند؟ و همینطور باز هم برای ساختمان دیوار ضد ترمعی باید مردم حساب خودش را خودش یابد و همچنین سرمایه گذار جستجو کند. این چی بیدادی است؟
اگر جمالالدین نورعلیف که حقی صاحبکاری مشغول شدن به صاحبکاری ندارد و او یک کارمند دولتی است، با او اگر این شرکت دخل نداشته باشد، صاحبی این شرکت خود جمالالدین نورعلیف نباشد، همین شرکت ایرس خودش آیا صاحب دارد؟ و صاحبی این کی است؟ این شرکت چگونه از آسمان پای دراز کرده راست به شاهراه دوشنبه چناق آمده افتید؟ مثل تارتنک بر 7 نقطه این راه تارتنید؟ اصلا برای یک شرکت بیگانه که نه انداز می سپارد و نه برای آبادی راه سهم می گذارد و تنها کارش غارت کیسه مردم است و آن هم باشد شرکت خارجی، برای کی در کار است؟ یک شرکتی که همه ساله به خاطر بی‌مسئولیتیش 10 مراتب مسافران در تگ برف و باران به خاطر بسته شدن راه میمانند و از دستش چیزی ساخته نیست. منتظر حاضر گفتن که بعد 2 روز میشد را. یکتاش گفت که ساعت 10 من ساعت 1 شد 12 بجه زد کریم. کجا رویم؟ من جا ندارم خورم. باید راه تازه کنم، تازه میکردم 3 ساعت و دوم 3 ساعت یک ماشین ایستادگی. یک کوه بود، از یک کوهواری میگرم تازه کرد، ماشین را میدادن میرفت آخه. این خیلیش خوب نه، 2 سوت کشیده مردم بیچاره راه پایدیسته. راه خودش مبلغ گذاری میشود. این از بودجت دولت مثال را چی نکرده است. ای بودجت ما ای شفیارو مثال مبلغ برای راه سپرده است خلق. چرا را تازه نمیکنن؟ این روز گفتم تا ساعت 11 شب، با ممکن که تا 11 شب شام نامعلوم. چرا که متصدیو باید که تکنیکا شبانه روزی باید در راه ایستادگی باشد. ببینید، برای 60 دیوار ضد ترمایی با طول 6000 متر حدود 54 میلیون دلار ضرور بوده است. این در حالی است که درآمد یک ساله شرکت ایرس 100 میلیون دلار گفته می شود. یک شرکتی که همین شرکت ایرس با اقتصاد تاجیکستان بجز کیسه مردم را خراب کردن دیگر هیچ فایده ندارد. چرا همین شرکت مفتخور نیمی از درآمد یک سالش را مصرف کرده دیوار ضد ترمایی نمی ساخته است و باز حکومتداران و صاحبکاران و شرکتداران وطنی و خارجی فشار آورده یا اینکه خواهش کرده سرمایه جمع کرده اند؟ منطق کجاست؟ با همین غارتگری این حکومت امروزه ما تا کجا رفته نیست؟ این سوالی که همه تاجیکستانیان امروز باید به حکومتداران کشور بدهند. طبق اطلاع نشریه دولتی روسیسکه گازета، منبع فعالیت مهاجران کاری در روسیه در انشاءات موقتی سودا و بازارها، داروخانه‌ها، سودای بیرون از مغازه، خیمه و بازارها منع شد. در ساحه‌های ساختمان، بخش کشاورزی، سودا و نقلیات باشد، حصه مهاجران کاری کم می شود. گزارش همکارم عایشه محمدی در این باره و چند خبرهای دیگر را بشنوید. тоҷикистон бо дархости ба душанбе фиристодани нозирон ҷиҳати пайгирӣ ва мониторинги ҷараёни интихоботи парлумонии ба санаи 1 март таъин шуда расман ба давлатҳо, кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони ҳамкории шанхай, ассамблеяи байни парлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ассамблеяи байни парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони амнияту ҳамкории аврупо муроҷиат кард. موافق پیشگویی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان برای پیگیری جریان برگزاری انتخابات بیش از 500 نفر ناظران بین المللی به جمهوری می آیند. غیر از این رفت انتخابات به پارلمان جمهوری را همچنین نزدیک 1000 نفر ناظران محلی نظارت می کنند. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان سال 2015 در انتخابات پارلمانی 525 نفر ناظران از جمله 175 نفر از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، 35 نفر از اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، 167 نفر از دفتر انستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک داشتند.
ҳукумати русия бо як қарораш машғул ба кор шудани муҳоҷирон дар бахше аз соҳаҳоро манъ ва дар бахше аз соҳаҳои дигарро маҳдуд кард. طبق اطلاع نشریه دولتی روسیه گازета منبع فعالیت مهاجران در انشاءات موقتی سودا و بازارها، داروخانه‌ها، سودای بیرون از مغازه، خیمه و بازارها منع گشت. در ساحه‌های ساختمان، بخش کشاورزی، سودا و نقلیات باشد، حصه مهاجران کم می‌شود. گفتنی است در ساختمان حصه اجازه شده مهاجران 80% شده است. از این نشان دهنده مسکو، بوریاتیا، ولایت امور استثنا هستند. برای مهاجران در این منطقه ها محدودیت وجود ندارد، اما در داغستان حصه مهاجران 50% مقرر شده است. در ساحه کشاورزی مهاجران می توانند تا 50% جایهای کاری را اشغال کنند. در سودای مشروبات و تماکو در مغازه های مخصوص به مهاجران اجازه کمتر داده شده است که شماره آنها نباید بیشتر از 50% از شماره عمومی کارمندان تشکیلات باشد. در فعالیت در ساحه ورزش حصه مهاجران نباید بیشتر از 25% و قریب همین مقدار حصه 26% در کارخانه‌های نقلیات زمینی مسافربر و اتومبیلی بارکش پیش بینی شده است. سپاه پاسداران ایران بامداد امروز چهارشنبه 8 январ طی اطلاعیه اعلام کرد. ده‌ها موشک بالستیک به سمت پایگاه عین‌الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی واقع در استان الانبار عراق شلیک شده است. بر اساس این اطلاعیه ایران ده‌ها موشک زمین به زمین به این پایگاه آمریکایی زده است. بنا به دعوای ایران، حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش بوده است. سپاه پاسداران ایران عملیات حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در استان الانبار عراق را شهید قاسم سلیمانی نامگذاری کرد. در اطلاعیه مذکور همچنین آمده است و دولت‌های متحده آمریکا که پایگاه‌های خود را در اختیار ارتش تروریستی این کشور قرار دادند، هشدار داده می‌شود هر سرزمین به هر ترتیب اقدام دشمنانه و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، هدف قرار خواهد گرفت. به هیچ وجه رژیم صهیونیستی را در این جنایات جدا از رژیم جنایتکار آمریکا نمی‌دانیم. در پایان این بیانیه آمده است به مردم آمریکا توصیه می‌کنیم برای پیشگیری از خسارات‌های بیشتر سربازان آمریکایی را از منطقه فرا خوانده و اجازه ندهند با نفرت افزایی روزافزون رژیم ضد مردمی حاکم بر ایالات متحده جان نظامیان آن کشور بیش از این به خطر افتد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران یکشنبه در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان گفته بود: حرف آخر را اول میزنیم. انتقام سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده میگیریم. گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سنه 28 دکامبر سال 2018 وارد عراق شده از پایگاه هوایی عین‌الاسد بازدید کرده بود. یک هواپیمای مسافربری بوینگ 737 خطسیر هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران پایتخت ایران دچار نقص فنی شده سقوط کرد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان هلال احمر ایران بامداد امروز چهارشنبه 8 январ سال 2020 درباره سقوط هواپیمای مسافربری بوینگ 737 حامل 176 سرنشین متعلق به شرکت هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی گفت هواپیما با علت تکنیکی دچار صدمه شده، مسافرانش به کلی به هلاکت رسیدند. سلیمی در گفتگوی زنده با تلویزیون ایران اظهار داشت این هواپیمای حامل 167 نفر مسافر و 9 خادم بوده، زنده ماندنشان از احتمال دور است. همچنین ابراهیم تاجیک نوری معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد متاسفانه همه مسافران هواپیمای اوکراینی فوت کردند. این هواپیما متعلق به شرکت UAE اوکراین و شماره 752 PS است و با 1 ساعت تأخیر از تهران عازم کیف بود و صبح امروز پس از برخاستن از فرودگاه اطراف شهر پرند ایران سقوط کرد. اینجا برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. تماشابینان عزیز و ارجمند،
خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. با برابر پخش تگمچه زنگوله شما از آن درک می دهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه زنگوله صف عدالت خواهان را زیاد می کنید. خفته را بیدار و ذوق را بنیاد می سازید. لطفاً به شبکه یوتیوبی ما آبونه شوید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون می کند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. خیر تا روزی دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.